حدیث قدسی. ثمرات حزن و خضوع برای خدا. خداوند به عیسی بن مریم علیه السلام وحی فرمود: ای عیسی، از چشمانت اشکها را و از قلبت خشوع را به من ببخش. دو چشمت را با سرمه اندوه سرمه بکش. آنگاه که اهل باطل می خندند، بر گور مردگان بیست و با صدای بلند آنان را صدا بزن. باشد که از آنان پند خیش را بگیری و بگو: یقینا من نیز از پیوستگان به شما خواهم بود. بهارالانوار جلد 14 صفحه 320.